بعد تا امروز قریب یک ماه میشود وقتی هیچ خبری از اون طرف چه معنا داره؟ خب آنها وقت گرفتگی باید آنها ما را با خبردار کنند. حاضرش به حل خودش یافتگی نیست پورا. از این دوز ما با آنها با تلفنی و با آنها گفتگو کردیم کار دوام دارد. غیر از مسئله آموزنگ با کدوم مسئله در مسئله ما گفتم که سه مسئله گذاشته ما مالا پویزی پس مسافربری را گفتیم. بله نگفتیم. مویدی پیشنهاد تخفیف و سبکی ها و دیگر کردن سمت پویزی مسافربری و آموزنگ سه مسئله اساسی که بررسی کرده شده است. شما یک مسئله خیلی جدی را در میان گذاشته در اینجا مسئله پاپ انگرین که ازبکستان مستقل شد برای آنها که از طریق کانی بادام میگذشت حالا باربری برای این کم شده است. آیا این مسئله در میان گذاشته شده از طرف تویسان که همین مسئله را دوباره فعال کنند؟ شما فعال لیکن روی آهن ازبکستان با روی آهن خودش میکشد با روی آهن ما چگونه برو میکشد سخت است که با اونجا کشد و من بودم ما اگر تیار هستیم که این با روی آهن اگر کشیم اونها این روی آهن محکم کرده نشده است کدام وقتی که اگر اونها خواهند اگر با روی آهن ما ممکن که غیر گبرتی باشد برای دراز کلانگی باشد آنها تونل با جا نمیشد آنها را با روی آهن ما با آنها کشتنشون ممکن است عملی کرده بشد. در سال 2016 یگان واگن ازبکستان از این راهی که گفتیم کانی بادام عبور کرده است یا نه؟ نه در سال 2016 حاضر اونها بورکشی ازبکستان نازی نیست عملی کرده نشد برای اینکه اونها پورا راه آهنی خودشون رو سپردن. همین راه آموزنگ تا کجا برای تویسان اهمیت دارد که تویسان میخواد که این راه دوباره فعال کرده شود؟ راه آهن تاجیکستان آموزنگ رو گفتیم که راه آهن بیکار باید نیست باید کار کنه و راه آهنی که ترمیز مثلا ترمیز اومدیم ما با آموز با شهرتوز و با نویهوی و شهرتوز و میرفتگی همون و با قبودیان و با روبوف و از اون طرف خیلی مسافه کوتاه هست آنها رو برده رساندن در کار سر وقت